گوشت از کیلو 600 روپیه افغانی میخرم. بله تخم از دونه 500 روپیه قیمت داره. یک دونه تخم 500 افغانی. یک دونه تخم 14 سر وزن داره. پس فکر کنم یک دونه تخم از دیگه یک ده نفر قوچاق نون میخوره. بله گوار در اینجا میارن و همون تو به نوبت شیرای رو تخلیه میکنن. یعنی به 7-8 لک میتونن که یک گودری خوبی برای اندازن که با مدت 3-4 سال پول 7-8 لک ان شاء الله به 40-50 لک میرسه. همراهان نازنین سلام و وقت شما بخیر. بازم با یکی از سوژه های داغ خدمت شما عزیزان قرار داریم. امروز با همکارم انتخاب کردم که یکی از گوداری های بزرگ هرات به تصویر بکشیم و ببینیم که گوها در کل چطور نگهداری میشه، پروسه گوداری چطوره. بریم داخل ببینیم و همراه شما معلومات پیدا کنیم. همراه ما باشید. سلام. وقت شما بخیر. خوبین؟ ساعت خوبه؟ ساعت و سلامه. ما صفا آوردیم. خیلی خوش آمدید. خدمت شما زنده باشید. یک معرفی کوتاه. به نام خدا بنده سید حامد رحمانی هستم. باشندگان شهر هرات باشم. خیلی خوشحال شدم از شما. زنده باشید. بنا به درخواست مردم گفتیم که باش که یک سوژه ما در ارتباط به گوداری، نگهداری گوا، پروسه ازی و در کل یک برنامه خاصی داشته باشیم و ببینیم که چی رقم ای بزنس همکاری میکنین. بله اشتن در خدمت شما. گوداری بیش از 20 سال پیش ما گوداری شروع کردیم، از 2 دانه گو شروع کردیم. فعلا شکر 150 دانه گو داریم. و تعداد 2 دانه بوده و نسل گیری شده و بعد کم اضافه شده و شیخ کردیم. حالا به 150 دانه رسیده. این نخست کار شما، استارت کار شما در کل از امو 2 دانه گو بود. ولی چی وقت بوده ای؟ تقریبا 18 سال میشه. 18 سال پیش. بله. یعنی با گذشت 18 سال فعلا شما 130 تا گو دارین. بله. و بزنس شما شاید بزرگ شده باشه، درسته؟ بیشتر شده. بله ما حالا 130 تا فروش داریم است. داخل از این اگینور جمع‌آوری می‌کنیم تقریبا 5000 دلار گو داشتیم. بله. ایده از این کار یا اینکه اولین باری که شما به ذهن شما خطور کرد که باید گوداری کنید از کجا شد؟ در کلی که اول شوق ایجی برا زیادتر شوق و بعد به داخل شوق کنیم آیداد از این که دیدیم که از همه کارا به می سرمایه کمی پیش میریم خیلی خوبه. یعنی ما 2 دانه شروع کردیم به سال 5 لک و 6 لک و تا حالا سال 750 لک آید داره گوداری. تشکر. خیلی خوب میشه ما ببینیم که فعلا گوا دارن به اصطلاح غذای خود میخورن. در کل از چی غذاهایی بزنا استفاده میکنین؟ غذا که است غذای زمستانی ما میدیم جوری، گندم، سویا، عدس، تلخک و لنگاش. کنجاره هم به گوای زیده میدیم. کنجاره. بله. فعلا اینا در حال خوردن کنجاره هستند. این فعلا کنجاره این غذا چاش تنای. بله چاش برای اینا میدیم. اون غذایی که صبح و شام برای اینا میدیم. اما آرد و به حساب و ما شما بیده میگیم و کام میگیم. بله. طبق معمول در 24 ساعت یک دانه گو. یک گو چقدر شیر میده؟ دیگه ما گو داریم از 40 کیلو تا 50 کیلو تا 30 کیلو شیر. تفاوت سن داره. به سال اول گو 30 کیلو شیر میده، به سال دیگه به 40 میرسه یا 50 کیلو شیر. نسل‌ها تفاوت میکنه. حالا ما گو داریم به نام سیمینتال میشه. دوربین خارجی برادر دادم. اون سیمینتال گفته میشه 50 کیلو شیر میده. کدام؟ همین گو کلی و سفید سر بو گرفتن سعی میکنه. ولی این سیمینتال ولی تنی کلا سیاه و کلی سفیده. اون روزانه چند گفتین؟ روزانه 50 کیلو شیر میده. شیر از بالاترین شیر، یعنی روغن از 2 برابر از گواد اگر روغنیه و شیردهی متوجه شده. باز دیگه که از 40 کیلو شیر میده. بله دیگه 40 کیلو شیر میده. نتایج از اینا اون نسل از گاست جرمنیه. این کاست ایلیشن گفتم میشه. متوجه شده؟ یعنی بر اساس نسل تفاوت داره. بله اون سفید کاست فرانسویه. او هم تا 40 کیلو شیر میده و اینا برای هر کسی خوش داره. جنسیت و مدل فرق میکنه.
میشه از چالش های از بیزنس با ما قصه کنین؟ چه مشکلاتی داره؟ یعنی سختی های از این کار چیه؟ سختی ها از این کار دیگه اینه که یک جای محافظ ما که خیلی بروبیا داخل گودری نشه. همین به لفظ ما شما میگم چیز میاره داخل ویروس میاره، ویروس بیرونی داخل نه، گوسفند بعد از اینا 2 جریب 3 جریب دورتر نگهداری شه. توجه شده؟ دیگه دولت هم کاری به مردم بکنه که می حساب می دو اساس بیاره که وکسین باشه. همین وکسین اگه یک وکسین خوب باشه هیچ مریضی گواه ان شاء الله نداره. یعنی در بخش وکسین از اینا شما توجه دارید؟ وکسین بله اینا 3 وکسین داره، زرخور داره، زردی داره و طبق داره. سال بله اگه اینا دولت همکاری بکنه که دارویی که با ما میفروشه و همکاری بکنه که جنس خوبی بیاره، هیچ مریضی هیچ وقت تفاوت نداره که یعنی تلفات داشته باشه. زمانی که تلفات داره ما از تاثیر دوا داره، دوا اصلی به ما نمیرسه تلفات میشه. خب بینندگان عزیز، با این حال که متوجه شدیم که هر گاو تقریبا 30 کیلو، 50 کیلو، 40 کیلو روزانه شیر میده، سوال مطرح میشه که این قدر شیره چه کار میکنن اینا؟ این شیرها را به کجا شما به فروش میرسونیم؟ شیر ما از برج 1 و 2 و 3 و 4 تا به برج 6 که هوا گرم و سربار گفته میشه ما 1000 کیلو شیر تقریبا 1200 کیلو شیر در روزانه داریم. چیزی به شرکت های صنعتی تحویل میدیم، چیزی میگه دیکنای لیونیتی خود ما داریم و دوستا دارم به جنا تحویل میده. از برج 6 شیر ما کم شده میره که روز زمستان میشه و گوا اویسته روی به بار این گوا زایمان میکنه. شیر که به ایراد ارزش کمتر و از دیگه ولایت‌ها من 100 روپیه افغانیه، به دیگه ولایت‌ها گاست من 200 روپیه. ما وقتی که زایمان گوا خود به بار میده که شرکت های صنعتی وا میشه، مثل شرکت کیمی بستنی، شرکت پنیر و اینا، به زمستون که کیمی بستنی سودا کمتر شیر فروشات کم میشه. عالی، ممنون. ما یک سوال دیگه هم بزن مطرح شد. زمستان که برف میباره، بارانه، اینا را چطور نگهداری میکنیم؟ جای مخصوصی داره؟ زمستان که هست اینا به می قسمت که استادم غذا خور اینجا میخورم، داخل از گوخونه ها جا داره. تقریبا 2000 متر صف پوشیده و میگم میرم داخل از او. اگه هوا سرد باشه دمای بسته میشه که از گرمی متوجه باشن که به خونگی نه، بعد متوجه. برای نگهداری از اینا که 130 تا گاو گفتین هست، برای نگهداری از اینا چند پرسنل اینجا وجود داره؟ یک برادر مکاس سرپرستی از این کار میکنه، 100 هم کارگر اینجا کار میکنه. خیلی خوب. بازمی خوراک از اینا رو شما از کجا میخرین؟ خوراک از اینا ما سمت دروازه قندار میندی سید عظیم که میگم اونجا هم جنس خوراک با حیوانی به مو قسمته. اینا در کو بدرن که از ما سمت دی زندگی میکنیم و اینجا میگیریم. ولی از این هست. چه فکر میکنین اگر بیشتری از جوانا که یک سرمایه داشته باشه در افغانستان پیشنهاد میکنین بزنس شروع کنه؟ یعنی واقعیت به می سرمایه کمی که یعنی 10 لک و 8 لک افغانی باشه بیترین کاری، این که چی بالاتر بریم که از این بیشتر باشه بیشتر عایدات داره. یعنی به می 7 8 لک میتونن که یک گودری خوبی برای اندازن که با مدت 3 4 سال پول می 7 8 لک ان شاء الله به 40 50 لک میرسه. وقتی شما شیر از اینا میگیرین، بر علاوه از اینکه شیر به شرکت ها که گفتین، به دکاندارا اینا که گفتین توزیع میکنین، از شیر از اینا شما مثلا روغن هم میسازین خود شما؟ ما خود ما این کارا نمیکنیم، چون ما شیر فروشات داره، متأسفانه ما به خود زحمت ایجاد نمیکنه. که زحمت ایجاد کنه که همه چیز یک فامیل بسته جواب میده. مو یک گاو 40 کیلو شیر بده، دمن میشه، دمن شیر روغن هم جواب میده، پنیر میشه، خامه میشه، همه چیزی میشه. ما خود دستگاه داریم که میره ایست روغن سوا میکشه و خامر سوا جور میکنه. ممنون. نماز. بغل گوش هر گاو یک شماره زده، چیه این شماره؟ گواست هم یک رنگه. یک گاو مریض میشه، مثال میگن فلان گاو مریض، دکتر میاد داخل گودری میگه کدوم گاو مریضه، که دیگر هم سرخلاص نیه. همون شماره مثال 280 شماره گاو مریضه، هم به اون شماره شناخت مریضی اون وقت زایمان این نوشته به کتابچه، یا اگه 6 ماه یا 7 ماه ویستی داره، تاریخ از این تولد از این هم نوشته میشه به کتابچه که بیم زایمان شدی پلاک میشه. سند از چند سال و چند وقته که ویس شده، که مریض شده،
کی زایمان داده، همه چیزی نوشته به دفتر. ممنون. شما داخل از این گوداری خرید و فروشی گو هم دارین؟ ما خرید فروش هم داریم، چه ولایت لوگر و کابل و قندار. خرید دارین یا فروش؟ فروش داریم، فروش میبرم. یعنی کسی بخواد گو بخره شما فروشی داریم. ما ماجران امسال تقریبا 200 دانه گو بیاوردیم و به این ولایت سودا کردیم. همین فعلا هم میگم چند دانه ایرانیه، چند دانه افغانیه. قیمتی ترین گویی که شما در داخل می گوداری دارین چند قیمت؟ قیمتی ترین گویی که داریم سلک افغانیه. سلک افغانی و ارزان ترین؟ ارزان ترین تا 1.5 لک کمتر نداره. او هم که مو توشکای زی اول که ویستین 5 ماه یا 6 ماه ویسته لک و 50 و لک و 60 اون تفاوت داره. لک و 80 سودا میشه. خب 18 سال میشه گفتین گوداری 18 سال میشه داخل. درسته؟ بله. یه خاطره خیلی خوشه که در می بزنس دارین. خاطره خوشه که داریم. یک روز ما به ایران بدم برادر ما زنگ زد که از گوا زایمان کرده، 2 دانه به زایمان کرده، هر گوی 2 سال زایمان کرده. جمالی آورده. خاطره خوشیه نه؟ خاطره خوشه دیگه. یک گوی 4 دانه یک بار بیاره به یک گوی دار، هر گو سال یک لک افغانی ارزشی اونه. واقعا اینا خاطره تلخ هم میخوایی. خاطر تلخ هم یک کریگر نورده بدین ساعت 1 بشه زنگ زد گیره میکرد. تو چرا گیره میکنی؟ گو یک گو بوم مرده. گفتم خب تو کو نمردی گو مرده یا بچه نمرده غمی نداره، چیزی که نفسش مرگم داره، تشویش نکن، مال بالا گردون غمی نداره. یعنی مال بیترین چیزیه. باز همین کسب مالداری که است کسب خوش خد رزنده بده. 100 گو آدم بوم مره یا علورشه، 1 دونه که از 100 دونه بمونه کارمون 100 دونه رو میکنه. همین کسب خوبیه. من متوجه شدم که در همین بزنسی گوداری 2 تا خبره، یکی خوب یکی بد. اگر بمرد غمگینی، اگر تولد زیاد شد خوشحالی. ها خاطره خوش شما می بود که جملی تولید مثل کرده ها. زیاد جملی میاد. خیلی خوب. من خیلی دوست دارم که می پروسه که چی میگن به اصطلاح شیر دختن میگن، ای که شیر دوشی یعنی درستی توسط چی صورت میگیره؟ من میره خودشون بالا سر ماشین گودیشی داریم مثلا. ماشین داریم؟ بله. چند تا؟ ماشین ما 2 دونه داریم. 2 دونه ماشین داریم. بله. اینا رو به نوبت دخته میشه. بله. خیلی خوب. خیلی خوب میشه که ما به بیننده‌های عزیز همو ماشین رو هم به نمایش بگذاریم، یکی از گوهر هم ببریم کنار ماشین که شیر رو هم نشان بدیم که چطور از اینجا دخته میشه و ببینیم که دیگه چی. من راستی وقت تازه داخل میشدم 1-2 تا به اصطلاح شتر مرغ هم دیدم داخل زی گوداری شما. کمک شوقی هم معلوم میشن چطور؟ اسب داریم. اسب هم دارین؟ بیننده عزیزی برنامه ما کمی جالب میشه. به استثنای گوداری ما 1-2 تا اسبکای مقبولی هم اینجا داریم و 2 دونه شتر مرغا. از شتر مرغ خب بی‌نهایت من میترسم، پیش هم نمیرم سمتش و فقط یک تصویری میگیرم، ولی اسب من دوست دارم. این اسبا چی داستان داره داخل زیگوداری؟ اسبا که است جدی دست خود تربیت دست خود ما اینجا مادر داشتیم زایمان کرده 2 دانه داریم. خیلی خوب. به لفظ ما شما یک خواربرار داره. خواربرار. هم کد اسب ببری که بیاره. خیلی اینا نام هم داره. اینا نام هم داره. خیلی خوب. اینا چی استاد؟ اینا هم گوسالای گواه که باز گوسالای. خب این بخش گوسالا باست. بله اینا 1 سال سن دینایه. خب کدوم 1 سال سن؟ 1 سال سن دینه باز به بخش جا نشده به بخش آوردن. خیلی خوب. اینا فقط گوسالا هم تنها میگوش. گوسالا 1 ساله که یعنی اینا به نوروز غور میخوره. قیمت از اینا لک دونه 90000 فعلا فی میخوره. 90000 باز اینا که به وستی سرمایه میشه 2 لک افغانی فی میخوره. صدای شینی اسب به گوش ما رسید و مقصد ما نزنه. خب راحت باشیم. خیلی خوب. این خواره یا برار؟ این خواره. مطمئنین؟ خب ما اول خواره به نمایش میگذاریم. چقدر همون تو سرشوقی ما این در کل برای سواری دارین دیگه؟ بله برای یورغه. بله یورغه. بعضی روزای جمعه اینا فکر کنم پاک میشین منظم سوار میشین من پل پشتی ها. بله بله. و او هم که است او باز برادره. او برادر ما. باش که برام تو یک تصویر بکشیم لازم نیور بیرون کنین صحیح؟ فقط هم تو استاد دلیلی از اینکه این اسبی تو بیقراره یک رقم متوجه هستین چیه؟ چرا تو بیقراری؟ واسه از اون اسب که بیرو کردم این شیخ کرده که میگه منم بیرو کنی خوش داره ولی خود بگرده باز مادام هسته این خور کشاوکش میکنه باز دیگه هم ایونات. خب استاد ما در اون قسمت یک
چوچه شطور دیدم. ولی شطوره. چقدر شوقی برآمدین شما. باشه که بیننده عزیزی رو به تصویر بکشیم تا ببینیم چی تو مقبول شطورکی دارن اینجا. بر علاوه گو یک شطورک مقبولی هم اینجا دارن، همچنان دو دونه اسبای بسیار سرشوقی دارن و اون مرغا هم که گفتم شطور مرغا بسیار مقبولای و اونا رو هم به تصویر میکشیم و بعدا آهسته آهسته میریم سمت ازی که یک گو چی تو اینجا همون شیری رو گرفته میشه. با تصویر و معلومات کلا با هم هستیم، همراه ما باشیم. استاد جان در کل پروسه تولید مثل در گوداری چیه اگر توضیح بدیم؟ ما چند وقت پیش که بود تخم گذاری میکردیم، یعنی القا میگم همون تخم و چیز از دکتر صاحبان میگرفتیم، یعنی به 4000 یا 100 افغانی هر گم تخم گذاری میکرد. باز ما فکر نشونه که می نتایج خود ما بریم بیاره، یعنی گوساله خود ما از ایران آوردیم و حالا 2 سال خوردی سند از اینه. باز او گوساله کو هست گوساله دست امتکاش کو جوی جان، یعنی حالا 2 سال شده سوس کنیم ماریو 2 سال حالا گام از این همه جونه میخوره و همه گاو نتایج از این ملیا این فعلا ما تقریبا 400 کیلو گوشت داره به 2 سال سند است، یعنی سند ازی که به 4 سال برسه 800 کیلو گوشت میکنه. باشه یک شوخی بکنم بابا از اینا دیگه این بابا از این گو فعلا این ملیا بابا از این جان بیاره یک بابای دیگه هم دارن درسته اونه خب او هم تقریبا 1 سال 2 ماه 14 ماه سنده اونه. خیلی خوب. نتایج او هم گوساله دست خود مونه. مادر از 50 کیلو شیر میداد، این مادر از ایران آوردن که میگفتم 65 70 کیلو شیر میده. آدم وقتی به چنین سوژه‌ای انتخاب میکنی میای چقدر معلومات میگیری. من میال یک عالم معلومات گرفتم. خب ما پروسه تولید مثل از اونا را متوجه شدیم که چی تو صورت میگیره و اما سپرایزی که میخواستم شما رو بکنم دقیقاً استاد بیاین که این سپرایز همراه هم بکنیم. این در روی ما که هست 1-2 دانه شتر مرغای بسیار نازنینی مقبولی در اینجا هست و استاد جان دیگه واقعا شوقی برآمد. بیاین نزدیک ما استاد. داستانی از اینا رو قصه کنیم که اینا رو از کجا کردیم؟ اینا اجی والا دیگه 8 تونه بوده، خود ما جوجای خودی بوده که بخریدیم و هم دست ما میتون سیوزاد داده والا چند دانه فروختیم، یک جوره نگادشیم و باز اگه زنده باشیم به نوروز باز اینا انشالله پس تخم میکنه و با پس جوجای اینا پس به 15-16 تا میرسه انشالله. همین شتر مرغ که میگن شتر مرغ اینا بله اینا فعلا سند از اینا 2 سال شده، یعنی 2 ساله اینا انشالله به نوروز با تخم میکنه و بعد نوروز باز دونه جوجا قربان میکنه و اگه زنده باشه همین 2 دونه پس خور به 20 دونه میرسه. من اصلا نمیفهمم که از اینا بیشتر چی استفاده چی صورت میگیره. مثلا اول که اینا 50% مردم بالی از اینا شیخ دارن، دیم از این گوشت از کیلو 600 روپیه افغانی میخرن، بله تخم از این دونه 500 روپیه قیمت داره. یک دونه تخم 500 افغانی، یک دونه تخم 14 سر وزن داره. پس فکر کنم یک دونه تخم از دیگه یک نفر قوچاق نون میخوره بله او دیگه تخم نخورد. یعنی واقعیت تخم همو در است بله 14 سر. شما خوردین دیگه؟ بله ما خوردیم بله. ما بارز خوردن یک شد. میشه ان شاء الله به نوروز باز بیایم میمونم باشیم ان شاء الله. واسه قیمت از اینا چنده؟ قیمت از اینا فعلا همین جوره 70000 8000 سودا میشه. برادر من اصلا از هیچ چیز خبر ندارم. فکر کنین یک شتر مرغ 80000 روپیه قیمت نه، یک دونه تخم 500 افغانی قیمت شما رو میزنه، یعنی باز با ما میتونه که خودی ما شوخی میکنه. خیلی خوب. حالا می کامره ما فقط نزنن نشکنن دیگه گپ نیست. خب همراهان عزیز، دوستان نازنین، مو سورپرایز هم با شما نشان دادم. میرسیم به قسمتی که یک گو دقیقاً در اینجا توسط دستگاه چگونه شیر از او گرفته میشه. همراه باشین، او قسمت رو با شما نمایش میدیم و بعداً به اتمام برنامه میرسیم. همراه باشین. همراهان عزیز، ما دقیقاً در قسمت قرار داریم که دستگاهی که شیر توسط او گرفته میشه حضور داریم و دقیقاً توسط نمی دستگاه در همه گوداری گوها رو در اینجا میارن و همونطو به نوبت شیرای رو تخلیه میکنن که استاد در ارتباط به دستگاه و همچنان سختی از این کار و یا آسانی از این کار با ما صحبت میکنه. استاد جان این دستگاه رو دقیقاً از کجا آوردید؟ این دستگاه که هست برای ترکیه از ایران میاد و افغانستان دونه 33000 افغانی یک وایدی و 2 وایدی و با دونه 45000 روپیه که برادر میخره اون رو اطلاع بدم بفهمه. یعنی به می حالت دخته میشه شیرکش میکنه به برق ضعیف همینا جواب میده. برق ضعیف. بله
آیا مثلا وقتی که میخواین می پروسه را اجرا کنین بالای گوی تو شما رو به عذاب نمیکنه؟ امکش تولدیم که یومیه تاثیرات مقداره باز که یک وعده دو وعده دخته شد خیلی از دستی راحت‌تره با حالتی میده شد یعنی سکنیم خیلی ماساژ میده مایا یعنی که راحت دخته میشه گفتین به برق ضعیف هم میکنه به برق ضعیف هم کار میده ولی ها پس بسیار ساده دیگه گرفتن پروسه گرفتنش ولی ها گوسالا شیری هم مهم شده امی در کل امی هر روز از این 130 تا گوی که در این گروه هسته هر روز اینا شیر میده ایده نه از 130 تا اگه شیر بده که یک سر شیر میده اینا تقریبا میمی 130 تا 50 تا شیر میده متوجه شدیم 40 تا شیر میده تفاوت داره زیدن اینا متوجه شدیم اگه نه یک بار بزای یک بار شیر خوش میکنه و از برنامه میمونیم ما اینا تفاوت داره یعنی 50 تا یا اگه میزه 50 تا به بار میزه با اینا که با بار از شیر یله میشه اونا زایمان میکنه یک وقت ما بیشیر نباشیم ما 1000 کیلو شیر خود بعد ما در کل داشته باشیم. خب دوستا در این قسمتی که دستگاه قرار داره و شیر گرفته میشه از گو ما در این قسمت یک الموری را دیدم که دواهای اینجا گذاشته ما ببینم که دوا چیه و برای چی استفاده میکنن مثل جون اینجا دوایه خیریت هست فارمسی چیه دیگه داخل فرم که بعد جی برای هر نوع دوای باشه مثل دوای دلدردی و سردردی و این دوای اسفری میگه متوجه شدیم واسطه از که زخم میگه جوگو میشه از استفاده میکنه زخم جون میشه این کو است برای معده دردی باست میگه معده درد باشه برای میدیم بله ها هم یک دونه یک دفعه میدیم این برای تقویتیه بله ها این برای تقویتیه که باز برای تقویتی برای گوسالای شیری میدیم خیلی خوب برای گوای که ضعیف باشه میدیم و همچنان اما وقتی دوا اینجا هست خب سه رسیدگی میکنه بعد رسیدگی شه ولی ها خیلی خوب کسی که همچون گوداری برای از اینکه زمان که زایمون میشه فشار افت میکنه یعنی فشار مفته از این سیلین ما استفاده میکنه که پس فشار گوی سر جا بره ماشاءالله پس این رشته وترنری که میگفتن دیگه گپ داشته دیگه خیلی این بخش گوسالای شیریه اینجا بخش این گوسالای چیه شیری این گوسالای شیریه ولی گوسالای که یعنی 10 روز و 15 روز و 20 روز میشه 20 روز میشه که ولی اون صدانه یک 5 روزه شده دیگه 20 روزه شده خیلی اینا تازه به دنیا آمده اند دیگه خیلی خوب چقدر خوشبختن که ما اومدیم کنارش از اینا فیلم میگیریم ها خاطره به زیرو ثبت میشه چقدر مقبوله که اینا استاد مثلا چند وقتی بعد مثلا اینا شیر میدن اینا تا به 100 روز که سندن از اینا 100 روز شیر میخوره یعنی 3 ماه و 10 روز بله بعد از 3 ماه و 10 روز دیگه شیر نمیخوره خب بله باز چند وقت بعد مثلا قادر به هست که خودی شیر بده یعنی تولد چیز کنم تولیدی مثل کنم اینا تقریبا به 1 سالگی جونه میخورم یعنی القا میشم جونه میخورم یعنی به سال دیوم زایمان میکنم متوجه شدین سن اینا که به 20 بار میرسه زایمان میکنم بعد از شیرین شروع میشه تو کسی هست بیا همین که 10 روز میشه از تولد گذشته رو بخره و سر بره گوشیر بخوره نه این کسی کاری بعد نکنه ولی که ظلم با قضیه اون میشه 3 الار گوش است بعد به سن تفاوت برسه که اقلا 2 سال بالا شه بعد کشته شه چی گاله پول از این پول نمیشه از این نمیشه ولی کسی این 20000 افغانی قیمت داره قیمت همین 20000 افغانی باز اندازه از قرش قیمت 2.5 لک افغانی میشه خب از یک آدم به 20000 بده 2 سال جمع کنه بده به 2.5 لک به 2 سال خیلی بخوره 40000 میخوره 40 و 20 60000 میشه تو به 2.5 لک 2 لک فرق میمونه اینا تا 2 سال دیگه راحت باشن تو 2 سال اینا دیگه راحت ولی خب دیگه خیر باشین استاد تشکر فکر میکنین کدام بخش مهمی در گوداری مونده که ما سوالی نکرده باشم شما به خاطری که معلومات ما بالا بره بکنین جواب بدین دیگه هم سوالا که ما کردیم اولین کسی که گوداری تیم که جای وسیع‌تر باشه خیلی برد خوبه ده هر چی جا کلانتر باشه بعد اطراف شو برق پیش گوار روشن باشه جا گوار تریک نباشه متوجه شدیم این کار خیلی مهمه بخش از شما شو به داخل میوت نه برق داره بعد شو روز نگاه که بیایم شو روزم شه فرق نمیکنه مثلا اینجا تاریکی احساس نمیشه ولی چی لازمه بعد باشه اونا تا میترسه همراهان عزیز و نازنینم در قسمت پایانی برنامه قرار گرفتیم این بود گوداری در هرات و تمام پروسه ما کوشش کردم به یک شکل اختصاصی بر شما گزارش کنم تا گزارش بعدی و برنامه بعدی بدرود